سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. جایی که قراره با همدیگه خرید آگاهانه و به موقع رو یاد بگیریم. تجربه جنگ 12 روزه تجربه سخت و هولناکی بود که گذروندیم. تو اخبار مطرح میشه که احتمال داره مجدد یه همچین اتفاقی بیفته. از طرفی ساکنین تهران یا شهرهای بزرگمون هم که روی نوار زلزله قرار دارن، احتمال وقوع زلزله و وجود یک بحران از اون دست رو هم نباید نادیده بگیرن. در شرایط بحران افراد شروع میکنن خریدای عجیب غریب کردن، جنسای بیش از حد و فرای نیازشون میخرن و این هم مختص جامعه ما نیست، در تمام جهان رخ میده و شما میبینید که افراد هجوم میبرن به هایپرمارکت ها و تا جایی که میتونن خرید انجام میدن و این باعث میشه که یک سری چیزهای ضروری در اختیار همگان قرار نگیره. این رفتار جمعی در اختیار ما نیست، ولی ما میتونیم پیش از وقوع بحران یک سری وسایلی رو برای خودمون آماده کنیم، مهیا کنیم تا اینکه آرامش بیشتری رو داشته باشیم و بتونیم مدیریت بهتری رو در اون زمان انجام بدیم. در این سلسله ویدیوها در این خصوص با هم صحبت میکنیم. اولین مورد، بعد از اینکه امنیت خودتون و خانواده‌تون رو تامین کردید، تامین غذا برای اونهاست. از قبل باید در مورد غذای زمان بحران فکر کرده باشیم و وسایلی رو تهیه کرده باشیم. یکی از چیزایی که زمان بحران احتمال قطعش وجود داره بحث آب هست. یک نوشیدنی که نمیشه بدون اون زندگی کرد. پس باید برای افراد خانواده به تعداد مورد نیاز آب سالم در دسترس باشه. استفاده از آب معدنی یکی از گزینه هاست. خودتون رو به منابع آبی که داخل خونه ها هست محدود نکنید. آب معدنی قابلیت انتقال رو داره و قابلیت تازه سازی رو داره. هر چند وقت یه بار به راحتی میتونید این آبها رو مصرف کنید و آب جدید رو جایگزین کنید. در لیست پایانی ویدیو و در داخل کپشن می‌نویسیم که هر خانواده 2 نفره 4 نفره برای یک بحران 10 روزه 12 روزه 15 روزه چه میزان از آب معدنی رو ذخیره داشته باشن کفایت میکنه. برای خانواده‌هایی که عادت دارن یا بچه دارن، یکی از بهترین نوشیدنی ها در کنار آب شیر هست. شیرهایی که لانگ تایم هستن، مدت زمان زیادی نزدیک 1 سال برای شما موندگاری دارن در داخل کمد، بدون نیاز به یخچال، بدون نیاز به وسایل سرد کننده و با خیال راحت میتونید نگهداری کنید و ازشون استفاده کنید. بخش دومی که باید حواسمون باشه غذاهایی که سریع آماده میشن و نیازی به برق برای نگهداری طولانی مدتشون نداریم. کنسرو ها گزینه مناسب ما تو این قسمت هستن. کنسرو ماهی، کنسرو لوبیا و کنسرو غذاهایی که وجود داره، اینها هم با یک حرارت 20 دقیقه‌ای ایمن میشن و قابلیت استفاده سریع رو دارن. پس حتما تو لیستتون کنسرو ها رو هم داشته باشید. دسته بعدی غذایی هستن که کربوهیدرات رو تامین میکنن. به صورت سنتی تو جامعه ما نان و برنج مهمترین بخش این قضیه هستن. البته ماکارونی ها هم خیلی مهم هستن. ماکارونی ها و نودل هم در همین دسته قرار میگیرن. تو جنگ 12 روزه دیدیم که مردم صف‌های طولانی تشکیل داده بودن برای خرید نون. به خاطر اینکه این قضیه رو هم بتونیم حل کنیم و مشکلی برای خودمون و خانوادهمون در این خصوص رخ نده، مقداری هم آرد گندم داخل خونه داشته باشید. آرد گندم با مقداری مخمر، آب و اندکی حرارت به سادگی به نون تو خونه تبدیل میشه و قابلیت استفاده در زمان بحران داره. همچنین اسپاگتی ها، ماکارونی ها، نودل ها هم در این دسته هستن. حتما بعد مقداری این غذاهای خشکی که ماندگاری طولانی دارن در خونه داشته باشیم. 2 بخش دیگه پیشنهاد ما هست. یکی موادی که انرژی بالایی رو تامین میکنن، مثل خرما و مغزیجات. اینها هم موندگاری طولانی دارن، نیاز جدی به یخچال ندارن، به خصوص بعضی از انواع خرما مثل زاهدی که خشک هستن و قابل نگهداری بدون یخچال هستن. اینها هم کمک خوبی هستن برای زمان بحران. بیسکویت ها و نان های خشک هم در همین دسته قرار میگیرن. اگر اینها رو هم در خونه داشته باشیم تا حد زیاد خیالمون راحته. کپشن رو بررسی کنید. در داخل کپشن برای یک بحران کوتاه مدت 10 تا 12 روزه برای یک خانواده 2 نفره و همینطور برای یک خانواده 4 نفره لیست مورد نیازتون رو می‌نویسم که با خیال راحت بتونید استفاده کنید. اگر شما هم فکر می‌کنید من چیزی رو از قلم انداختم و بهتره تو این لیست باشه، حتما برام بنویسید. در ویدیو بعدی
ادامه مسائلی که در زمان بحران نیازه رو با هم مطرح میکنیم. اگر به این دست ویدیو علاقه دارید ما رو سابسکرایب داشته باشید. موفق باشید.